بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه صفات متقین از خطبه 193 نهج البلاغه در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمتون هستم. ولا یدخل فی الباطل ولا یخرج من الحق. انسان با تقوا یکی از صفاتش این است که در باطل داخل میشه و از حق خارج نمیشه. میدونید حق و باطل دو واژه مخالف هم هستند، در مقابل هستند. اونجایی که حق باطل نیست، اونجایی که باطل حق نیست. انسان متقی داخل در باطل نمیشه. این باطل ممکنه که جو باطل اجتماعی باشه، شعارهای باطلی باشه، احزاب باطلی در جامعه باشه. انسان متقی وارد باطل نمیشه، همیشه هم در صراط حق است و حق را شناخته و محکم پابرجا. ان صمت لم یغمه صمته. انسان متقی اگر ساکت بشه سکوتش او را غمگین نمیکنه، از سکوت خودش غمگین نمیشه. رسول خدا هم فرموده در یه روایتی: طوبی لمن انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من قوله. خوش به حال اون کسی که مال و ثروت زیادیشو انفاق بکنه ولی زیادی کلام خودش رو امساک بکنه، گفتار زیادی رو امساک بکنه و اجازه نده که هر چیزی از دهنش خارج بشه. پس انسان متقی ساکته و از این سکوتش هم غمناک نمیشه. و ان ضحک لم یعلو صوته. اگر هم بخنده انسان متقی هم میخنده، اما با همراه با قهقه نخواهد بود. صدای قهقهش بلند نمیشه و ما در اخلاق اسلامی داریم که بهتره که خنده انسان به صورت تبسم باشه. و ان بغی علیه صبر حتی یکون الله هو الذی ینتقم له. اگر بر این انسان متقی ستم بره، کسی بهش ستمی بکنه، صبوری میورزد تا اینکه خدا انتقامش را بگیره. گفتن صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. بنابراین انسان متقی از جا در نمیره و در مقابل مظالمی که بهش میگه صبوری میورزه و به خداوند شکایت میکنه. نفسه منه فی عناء و الناس منه فی راحة. انسان متقی نفسش از دست خودش در رنجه، خودش از دست خودش در رنجه، چون خودش وادار میکنه به اعمال صالح، به عبادت، مرتب از دست خودش رنج میکشه. اما مردم از دست ای در راحتی هستند. مردم هیچ موقع از او سختی و مشقت و زیانی را متحمل نمیشن. اتعب نفسه لآخرته و اراح الناس من نفسه. نفس خودش را به خاطر آخرت به تعب میندازه، به سختی میندازه، اما مردم را از خودش راحت نگه میداره. این خیلی مهمه. انسان در روابط اجتماعیش با مردم به گونه‌ای باشه که هیچ کس از انسان عمل بدی، گفتار بدی، آسیب زبانی، آسیب عملی اصلا نبیند. چقدر انسان در این صورت زیبا میشه. زیبایی آدم به قیافش که نیست، که زیبایی انسان باید به عمل صالحش باشه، به ادب باشه. ادب انسان، اعمال صالح انسان است که به انسان زیبایی معنوی میده. بعده عمن تباعد عنه زهد و نزاهه و دنوه ممن دنا منه لین و رحمه. انسان متقی اگر از کسی دوری بگزیند، این به خاطر زهد است و پاکی. میخواد گرفتار زرق و برق دنیا نشه. مثلا با ثروتمندا، از ثروتمندا دوری میگزیند که مبادا دنیا دل او را فرا بگیره و فریفته ثروت دنیا بشه. پس دوری او از مثلا فرض کنید از ثروتمندان به خاطر زهد ورزیدنشه و برای این است که دنبال پاکیه. و به عکس نزدیکی او به افرادی که نزدیک میشه به خاطر این هستش که رحمت به اونها داره. از باب محبت و رحمت به افراد نزدیک میشه، روابط برقرار میکنه. لیس تباعده به کبر و عظمه.
دوری او از کسی به خاطر تکبر و بزرگمنشی نیست. اینجوری نیست که اگر از کسی دوری گزید به خاطر این است که تکبر می‌ورزه، نه، به خاطر همون زهد و طلب پاکیه. ولا دنوه به مکر و خدیعه، به کسی هم که نزدیک میشه گفتیم به خاطر رحمت و محبت است، نه به خاطر این است که میخواد طرف را فریب بده، نزدیکی می‌ورزد برای اینکه او را فریب بده، جیبش خالی بکنه. این صفات از متقین دوره. خب این تا اینجا چیزی در حدود 110 صفت حضرت امیر علیه السلام در صفات متقین بیان کرد، از مسائل فردی متقین، عبادت‌های متقین، گفتار او، کردار او در روابط اجتماعی، در روابطش با عرض بکنم که سختی‌های دنیا، مصائب زندگی، مشکلات زندگی، همه اینها رو بیان فرمود. وقتی اینها رو بیان کرد، اون شخص اولی که سوال کرده بود از حضرت امیر علیه السلام که صفات متقین را برای من بیان کن، و ما اول گفتیم حضرت اول حاضر نشد صفات متقین را برای این حمام ابن شریح بیان بکنه. گفت شما تقوا داشته باش، نیکی کن، کافیه. ولی اون طرف قانع نشد. حمام با هی دو چشم از کنم گفت نه، صفات متقین را برای من توضیح بده، بیشتر توضیح بده. حضرت وقتی این 110 صفت رو تا اینجا گفت تمام کرد، حمام ابن شریح یه صیحه‌ای زد و جان به جان آفرین تسلیم کرد، از دنیا رفت. حضرت امیر علیه السلام فرمود من به خاطر همین برش میترسیدم و نمیخواستم بیان بکنم، ولی اصرار خودش باعث شد که من صفات متقین را بیان بکنم. و فرمود هاکذا تصنع المواعظ البالغه و اهلها، مواعظ بالغه و نصیحت‌های رسا این چنین به اهلش اثر میذاره. وقتی یه روح مستعدی باشد، یک روان آگاه و آماده‌ای باشد، عجیب تحت تأثیر نصایح قرار میگیره، تحت تأثیر موعظه قرار میگیره. خب البته حضرت امیر علیه السلام خودش روحش اقیانوس بزرگیه. اینجا یه کسی آمد گفت و ما بالک یا امیر المؤمنین، حضرت امیر علیه السلام گفت خودت چی؟ پس چرا این حرفا را زدی؟ حمام سیحه کشید مرد، ولی خودت که اینا رو بیان کردی چیزی نشد. حضرت فرمود فقال علیه السلام ویحک ان لکل اجل وقتا لا یعدوه، وای بر تو، هر اجلی یه وقتی داره، یه زمانی داره که از اون وقت تجاوز نمیکنه. و سببا لا یتجاوزه، اینجا این آدم متوجه نشد که در فلسفه‌ای که حضرت امیر علیه السلام بلد، روح از بکنم که بلند حضرت امیر علیه السلام، اون اقیانوس اینجا خیلی تحملش بالاست، ولی روح پاک اون حمام ابن شریح کوچیک بود و نتونست تحمل کنه. و ما در قرآن هم داریم که حضرت موسی علیه السلام وقتی رفت در کوه طور، فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا، وقتی خداوند به کوه تجلی کرد، کوه متلاشی شد، حضرت موسی بیهوش افتاد. فلما افاق قال سبحانک، اون وقت به هوش آمد و خداوند رو تنزیه کرد، تسبیح خداوند گفت. ببین اینجوریه، هر عجلی یه وقتی داره. این عجل این حمام ابن شریح در همین بود که در این واقعه از دنیا بره. اینا تقدیرهای الهی است، قضا و قدرهای الهی است. بعد فرمود فمهلا لا تعد لمثلها، حضرت فرمود مواظب باش به مثل این سخن دوباره بر نگردی. فانما نفس شیطان علی لسانک، شیطان این چیز را بر زبانت دمید و بر زبانت گذاشت که به حضرت امیر علیه السلام. خود توجه داری که اینجا این آدم در واقع هدفش سوال کردن از حضرت امیر برای دانستن نبود. اینجا میخواست خردگیری بکنه از حضرت، میخواست اون سائل میخواست در واقع حضرت را زیر سوال ببره که شما چرا پس خودت تحت تاثیر قرار نگرفتی. این بود که حضرت فرمود شیطان این را به زبانت گذاشت، مواظب باشید دیگه به مثل این سخن بر نگردی. این پایان خطبه متقین، خطبه 193 بود که ما در جلسات متعددی این رو خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز بیان کردیم. امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق کسب این صفات را عنایت بفرماید و ما را از جزو شیعیان امیرالمؤمنین و آشنای به نهج البلاغه
قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.